خوش اومدید به پرشن گیک‌پدیا. من مترجمم و این ویدیو یک موضوع اجتماعی اخلاقی بعضن قانونیه و ایشالله که همین رو میریم به سمت کنسل کردن یک کاراکتر محبوب ولی نه چندان درست حسابی. شاید این ویدیو مد نظرتون نباشه، شاید این ویدیویی نبوده باشه که شما منتظرش بودین، این سبب مشکل نداره، میتونین ویدیو رو رد کنین. آره، ولی انتقاداتی که به تو چه و چه خودتو دخالت میکنی اینا رو من نمیپذیرم. آره، بریم سراغ اصل ویدیو. داستان از چه قراره؟ قضیه از این قراره که یک عده ورزشکار مپا شدن رفتن کره جنوبی به دلایل ورزشی و اینا مورد اتهام تجاوز گروهی به یک دختر کره‌ای قرار گرفتن. در نهایت این ویدیو قرار برسه به این که آقای آیسان اسلامی چه حرفایی زدی که قراره درست حسابی بهش بپردازیم و بشوریمش بذاریمش کنار ان شاءالله. ولی قبل از اینکه به اونجا برسیم یک عالمه مقدمه‌ای هست که خیلی لازمه و حتما شما باید اینا رو بشنوید. واسه همین لطفاً اگه اومدین که اون پارتو ببینین حتما اول اینا رو ببینین. اینا خیلی مهمتر از اونه که اون یارو چیا گفته. اینا درست حسابیه، اینا اصل ماجراست. آره، در وهله اول من باید توضیحی بدم به عنوان کسی که حقوق خونده. اتهام یک مبحثیه که وقتی به یه نفر وارد میشه معلوم نیست که آقا این طرف مجرمه یا بیگناهه، در حاله از ابهام وضعیت. یه جمله خیلی معروفی هست که میگه آقا متهم مجرم نیست. هر کسی میتونه یک سری اتهاماتی بهش وارد شه و سگ تو یک بخش بزرگی از کمفهمی و بیفرهنگی مردم ایران خیلی وقتا تو فیلم‌ها دیدیم یه نفر صرفا متهمه، رفته دادگاه، اومده تبرئه شد، اومده بیرون، دیگه جای استخدامش نمی‌کنن، از کار بیکار میشه، نمیدونم پدرزنش میاد طلاقشو بگیره بخاطر اینکه میگه تو آدم کشتی. میگه بابا به من اتهام خورد و من تبرئه شدم، یعنی بری شدم از اون اتهام. میگه نه، حتما یه چیزی بوده. اینا چرت و پرته. این جمله رو همیشه تو ذهنتون داشته باشین. متهم مجرم نیست. چون ممکنه پس فردا به من مثلا یه اتهامی بخوره آقا شما مثلا تجاوز کردی، بعد برم بگم آقا من نبودم، تشابه اسمی بوده یا مثلا اتهام کذب بوده و تموم شو بره. اینو تو ذهنتون داشته باشین. این قضیه ورزشکاران ما در حد اتهامه. چه وقتی اتهام رد یا تایید میشه؟ وقتی که اینا برن تو دادگاه صالح، یعنی دادگاهی که واجد شرایط ذی صلاح شایستگی اظهار نظر داره. به عنوان مثال دادگاه تو وقتی یه همچین جرم مرتکب شدی مثلا باید بری دادگاه انقلاب، تو نمیتونی بری دادگاه خانواده یا نمیتونی بری مثلا دادگاه نظامی یا دادگاه روحانیون. همونطور که یه روحانی باید بره دادگاه روحانیون و نمیتونه مثلا به دادگاه کودک و نوجوان مثلا. خب اینا تو ذهنتون داشته باشین. باید بره توی دادگاه درست حسابی صالح خودش و اونجا قاضی در طی اون پروسه قانونی با طی کردن اون پروسه قانونی که همه رو توی قانون گفته بیاد و رأی به براءت یعنی بیگناهی یا به مجرم بودنش بده که قاضی و دادگاه صالح فقط میتونه این کار رو انجام بده. پس تا وقتی نه به داره نه به باره اسمشو عمو یادگار نذاریم. آره، نکته بعدی که میخواستم بگم راجع به خود قانونه و کلا این روند محاکمه. وقتی یه فردی توی کشوری وارد مرتکب یک جرمی میشه یا متهم میشه، معمولاً اون بر اساس قوانین همون کشور بهش رسیدگی میشه. استثناءاتی هست و حالا یه سری کشورها هستن سازوکارشون کلا متفاوته. یه نکته خیلی مهمی راجع به کره جنوبی که من الان باید اینجا بگم که دوست خیلی عزیزم شهاب برگشت اینو گفته داخل چین خیلی میگم چین، من اگه گفتم چین یا هر جای دیگه منظورم کره است، منظورم کره جنوبیه، پیش دارم میگم. گفته داخل کره خیلی رایجه که از هتل، ببخشید من یه خورده قراره بی پرده تر صحبت کنم، به عنوان مکان برای سکس استفاده میکنن. خیلی رایجه این کارو انجام میدن، ولی یک قانون خیلی گنده‌ای هست اونجا برای همین در راستای حمایت از حقوق زنان و جلوگیری از همین تعرض و تجاوز. اینجوریه که آقا تو اگه با پارتنرت رفتی یا کارگر جنسی برداشتی یا یه آدم رندومیه یا هر چیزی، یه نفر رو برداشتی رفتین اونجا، اگه آماده شدین و انقدر مونده که عملیات رابطه جنسی شکل بگیره، طرف اگه اون خانومه برگرده بگه آقا من پشیمون شدم، شما باید اینو با احترام بدرقش کنی و بفرستی بره، نباید کاری بکنی. در غیر این صورت اگه شما کاری بکنی برخلاف میل اون طرف، ایشون میتونه بره ازت شکایت بکنه. حالا این قضیه باگی داره، یه باگ خیلی بزرگی داره، این که بعد از تصویب این قانون و این اتفاقی که داره میفته خیلی اخاذی کردن زیاد شده، به طوری که مثلا طرف میره مثلا میگه آره اوکی هم میخوره پول میگیرم کارو در میاریم و بعد میخوابم و همه این حرفا.
کار انجام میشه یا وسط کار یا اما اول کار وقتی که لختن شروع میکنه جیغ و داد کردن و میگه که تو میخوای به من تعرض کنی، الان زنگ میزنم پلیس. و خب پلیس بیاد چون نیازی به اثبات ندارن آنچنان، میگه خب حق با این زن است. واسه این که مثلا طرف یه کاری کنه زن بی خیال شه و زنگ نزنه پلیس که درگیر بشه، میگه چیکار کنم زنگ نزنی؟ میگه اینقدر بهم پول بده. این میشه اخاذی کردن که این یه چیز رایجیه، مثل این که و در جریانن قضاتشون، سیستم حقوقی قضاییشون در جریانه. و اگه حالا این ورزشکارای ما اگه همچین اتفاقی واسهشون افتاده، اگه برگردم اونجا بگن که آقا اوکی بود همه چیز و ما تجاوز گروهی به این کاراکتر نکردیم، خودش رضایت داشت و پولش رو دادیم و هر چیز دیگه، این ولی گفته پول بدیم وگرنه به پلیس و مقامات و اینا میگم، اون وقت ممکنه که به نفعشون بشه پرونده. آره. مبحث بعدی که راجع بهش صحبت کنیم راجع به تعرض و تجاوزه. خب اول از قانون خودمون شروع میکنیم. ما مبحث مستقیمی داخل قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تجاوز یا تعرض نداریم. خب ولی ما یه مبحثی داریم به اسم زنا. زنا میشه برقراری رابطه جنسی که این رابطه زوجیت بین دو نفر نباشه، بین زن و مرد. زنا رو میگیم. انواع مختلف زنا داریم. حالا من با اینا کار ندارم، اینا همه میره توی ویدیوی دیگه، در حدی که کارمون واسه این ویدیو را بیفته من میخوام توضیح بدم. یه عنوان زنایی داریم به اسم زنای به عنف یا زنا با اکراه. چجوری؟ میگه وقتی یک نفر، یه مردی با یه خانومی بدون رضایت خودش زورش میکنه، مجبورش میکنه، با خشونت و زور و وادار کردن باهاش رابطه زنا برقرار میکنه. این میشه زنای به عنف. ما همینو رو لواط هم داریم، لواط به عنفه که اینا میگم حالا میره توی ویدیوهای دیگه و من نمیخوام اینجا خیلی واردش بشم، ولی غالبا اکثر مجازات های اعدام، اکثر مجازات های زنا اعدامه. آره. این راجع به قانون ایران بود، بخاطر اینکه قانون ما فقهیه. این از این. بعد بریم راجع به سایر قوانین کشورهای دیگه صحبت کنیم. نه، باید بریم راجع به قانون سایر کشورها صحبت کنیم، من جمله همین کره. قانون کره خیلی شفافتر و واضحتر اومده و راجع به این قضیه صحبت کرده. توی قانون حالا سایر دنیا مخصوصا کره اینجوریه که هر گونه رابطه جنسی، ارتباط جنسی بدون رضایت طرف تجاوز یا تعرض محسوب میشه. مدل های مختلفی داره و میگم خیلی شفافتر و با طیف گسترده تری راجع بهش صحبت کرده. در بعضی موارد دست مالیدن رون طرف، فرض کن شما تو سینما نشستی بغلیت داره بود اصلا لاس میزنه کلامی، تو میای قضیه رو یه لول ببری بالاتر، دست میکشی رو پای این میتونه مصداق تعرض باشه. حتی در برخی موارد متلک انداختن توی خیابون، بچه اگه نمیدونین بدونین کار بدیه، نکنین این کارو. آره، متلک انداختن داخل خیابون هم میتونه مصداق تعرض مثلا حداقل کلامی باشه، همون توی همون کاتگوری قرار میگیره. حالا مجازاتش چجوریه؟ مجازاتش اینجوریه که از 3 سال شروع میشه و تا حبس ابد هم میره، برخلاف ایران که اعدام میکنن. از 3 سال شروع میشه، تقریبا میشه گفت شروعش 3 سالگیه و تا حبس ابد هم میره. چطور؟ چرا این یک باز اختلاف خیلی فاحشی هست؟ بستگی به میزانش، طرف مقابل و حالا شرایطی که توش بودن و این عمل رخ داده بالا پایین میشه این قضیه. مثلا اگه طرف ناتوان باشه یا مست باشه یا هوشیار نباشه یا بچه باشه، کلا صغیر یا سفیه باشه، این قضیه شدتش بیشتر میشه. اگه با مثلا ضرب و شتم باشه یه داستانیه، اگه گروهی باشه ممکنه تا اون ابده بره. همه اینایی که گفتم مقدمات این ویدیو بود و از اینجا به بعد میخوام برم تازه راجع به این استوریایی که آیسان اسلامی گذاشته صحبت کنیم. آیسان 2 تا استوری گذاشته، من نمیدونم توی ادیت ویدیوشو بذارم یا نه، میترسم بذارم بعد بخواد استرایک بزنه و نه که چنل توریش شه، ویدیو رو مجبورشم پاک کنم چون خب ویدیو بمونه، ولی فکر نکنم اتفاق خاصی بیفته، از این سبب احتمالاً استوریشو میذارم. اگه نذاشتم یعنی اینکه حالا صلاح ندونستم یا به نظرم عقلانی و درست نبوده، واسه همین حرفاشو همینجا میخونم. اول از همه اینو باید بگیم که آیسان اسلامی کیه؟ آیسان اسلامی صرفا یک شخص نیست. آیسان نماد یک قشر بزرگی، نسبتا بزرگی از جامعه است، یک قشری که این طرز تفکر رو باور دارن و این داره جای دهن اونا صحبت میکنه.
آیسان یک کاراکتریه که اعمال خیرخواهانه زیادی انجام داده، ولی در نهایت یک فردیه که حرفاش خیلی با حقوق انسان‌ها فاصله داره، خیلی حرفای ضد و نقیضی میزنه و زندگیش در یک سری چیزهای کوچولو و مادی و پرزرق و برق خلاصه شده. کاراکتری که از دل دهات بلند شده از ایران و یه تایمی فکر کنم پدر مادرش اصلا جدا شده بودن، سال پیش زنش رو طلاق داد، خواهر نداره، یه تایمی معتاد بوده و در نهایت ترک کرده، ورزشکار شده و الان داخل آمریکا داره اندازه 80 تا کارمند تسک میده و ماشین خوب داره، خونه خوب داره و مثل این که هر شب با یه دختری هست و اینا. این آیسان اسلامیه. آره، مشکل اینجاست که همچین کاراکتری که تحصیلات آنچنانی، هنر آنچنانی، مثلا حتی طنز آنچنانی نداره، میاد و 14 میلیون فالوور داره. وقتی یه همچین تریبون گنده‌ای دستته، چه بخوای چه نخوای، یک سریا رو سرت قسم میخورن، یک سریا به حرفت استناد میکنن، یک سریا فقط زمینه یه سری انجام یه سری کارها رو دارن و منتظرن کلام یه نفر بهشون شهامت و شجاعت بده که برن اون کارها رو انجام بدن و دیگه هیچی جلودارشون نباشه. من بزرگترین مشکلی که الان با این کاراکتر دارم اینه که الان حداقل داره سفیدشویی تجاوز انجام میده به حساب این که اونا پسرن و اونا هموطنن و داداش منن و همه این حرفا. بار اولش نیست اتفاقا داره این چرت و پرتا رو میگه. قبلا یه دختره بود که اصلا کار ندارم با کلیت دختره. خب بدترین فرض رو میگیم که آقا طرف واقعا کارگر جنسی بوده و اصلا بتیغ بوده و پسر رو میتیقیده و رفته دبی و رفته با شیخای عرب داره حال میکنه. خب اصلا یه چیزی که خیلی فازش اومده و توی دنیای کثافتی داریم زندگی می‌کنیم حقیقتا، که هر زنی میگه من رفتم دبی میگن که آره تو رفتی تن فروشی کردی به شیخای عرب. چیز عجیب غریبی نیست. محیطبان ما الان داره کشته میشه. این دختره که چند وقت بود اسمش هم الهه بود اگه اشتباه نکنم، گم شده بود همین تهران، جنازه‌ش رو پیدا کردن. اون پسره میخواسته بهش تجاوز کنه، نذاشته، مقاومت کرده، با ضرب چاقو کشتش. احتمالاً بعدش هم بهش تجاوز کرده. این یارو ورزشکارامون اونجورین، خیلی رئیس رؤسا اونجورین. این یارو هم 14 میلیون فالوور داره و داره میگه که پسر دیگه حالا دولش بلند شده. آره چیز خیلی سیستم دنیای عجیبیه و داره جای عجیبی داریم زندگی میکنیم. یه خانومی اومده بود گفته بود که من رفتم دبی به هر دلیلی کار نداریم. این برگشته بود گفته بود تو اگه تو پدری داداشی کسی نداری بیاد بزنه تو سرت، برت داره بیاره سر خونه زندگی تو خاک خودت، تو اگه خواهر من بودی سرتو میبریدم. سه تا مسئله بیسیک به وجود میاد. یک، به تو چه که خب 14 میلیون، اون موقع فکر کنم 12 میلیون بود. چقدر بود این حرفو زد؟ آدم پشتشن، مردم طرف فکر میکنه که من پیغمبری خدایی چیزی ام. این همه من پیرو دارم. زمان پیغمبر اسلام انقدر فالوور نداشت که این کاراکتر الان داره و من نمیدونم این چیه. هر کی میشینه پشتش فاز پیغمبری میگیره، یعنی فکر میکنه که اوه من دیگه دارم فتوا میدم. به خدا یه میکروفونه، یه چیزی که همه دارن، یعنی هیچ اتفاق خاصی داره نمیفته. آقا این صرفا کیفیت صداتو خوب میکنه و باعث میشه که یه سری کاراکترها گوه خوردنشون واضح تر باشه بلا نسبت آیسان اسلامی و سایر کاراکترها. یکی اینه به تو چه که داری همچین حرفی میزنی آقا مثلا دوست داره بره همچین کاری بکنه، از دست خیلی خلاص شده، حالا تو اومدی پلیسش دروازه‌بان اونجا شدی. این مسئله اوله. مسئله دومش اینه که آقا تو داری تهدید میکنی و یه نفر که آقا خواهر من بودی من سرتو میبریدم، دستت برسه، یا اگه خواهر واقعا داشتیم بنده خدا میخواست بره تو میخواستی سرشو ببری. این چین ناموسکشی خیلی چیز عجیب و غریب و بعیدی نیست توی این دور زمان و مملکت ما. سومی که تو چرا جلو 12 نفر داری همچین حرفی میزنی؟ تو داری مهر تایید میزنی به انجام یه سری کارها. کلا کاراکتری که فکر نمیکنه حرف میزنه، یعنی فکر میکنه همه چی شوخی، همه چی مسخره است و داره میگه. حالا این همه اینا رو گفت و نه تنها کنسل نشد بلکه پروموت هم شد. حالا دوباره اومده سراغ یه همچین داستانی، یه همچین موردی پیش اومده و این دوباره داره اظهار فضل میکنه. توی استوریش میگه که خیلی صحبت میکنه و خیلی دیگه اومدن صحبت کردن و حالا من با یک دو تا استوریش بیشتر کار ندارم، اینا دم دستم اومد. شروع میکنه میگه از این ور انقلاب 57 که مملکت دچار وبا شد،
این یه اتفاق خوب افتاد، این اتفاق خوبه. حالا اتفاق خوبه چیه؟ بیایم طرز دیدش رو نگاه کنیم. میگه که 3 پسر ایرانی، تأکیدش و استرس صحبتش روی پسر ایرانیه، یعنی 1 پسر 2 ایرانی بودن. این به این 2 خیلی میباله. خب 3 پسر ایرانی 1 دختر خارجی رو زمین زدن اصطلاحاً، یعنی ازش بالا رفتن، این کارو کردن. من نمیدونم این چطور میتونه این افتخار باشه. چرا میدونم، الان جلوتر میگم. و یه جایی میگه پرچم ما رو بردن بالا. ببین من موافقم که ایران خیلی مفلوک و بدبخت شده که تو 14 میلیون فالوور داری، ولی هنوز اونقدر مفلوک و بدبخت نشده ایران و ایرانی که با این حرکت پرچمش بخواد بره بالا. آره حالا جهان خیلی همین قده، ولی این دنیا واقعا این شکلی نمیچرخه. آره میاد و راجع به این صحبت میکنه. چرا همچین فکری میکنه؟ میگه افتخار پرچم بردن بالا به خاطر اینکه 95% به جرئت میتونم بگم حتی 99% تفکر غالبشون اینه آقا اون کسی که توی رابطه جنسی فاعله اون برده، اون قدرتمنده. حالا مرد رو مرد باشه، زن رو زن باشه، مرد رو زن باشه، فقط زن رو مرد باشه حساب نیست. ولی اکثرا فکر میکنم مرد به خاطر اینکه فاعله توی رابطه جنسی این قوی تره، این قدرتمندتره. و یه بار اگه دم دستتون میاد یه بار بشینید و با یه خانومی که حالا رابطه جنسی داشته صحبت کنین، حالا ترجیحاً پارتنرتون، نرین از مادری نمیدونم یه نفر تو خیابون بپرسین، دیگه شرایطو بسنجین و بپرسین چه حسی داری به این قضیه. یه طرز دید جدیدی واسهتون باز میشه که فکر میکنی اوه نه، این بازی که ما مردا اکثرا داریم فکر میکنیم که من فلان کردم، من با فلانم فلان کار کردم، یه بازیه که ما خودمون توشیم و خودمون داریم با خودمون بازی میکنیم. هیچ کس دیگه جز ما با این تفکر عجیب غریب تو این بازی نیست. اصلا این چیزی که ما داریم فکر میکنیم خانم‌ها اینجوری فکر نمیکنن، اصلا یک جهان دیگه ایه، اصلا یک طرز دید دیگه ایه و خیلی طرز دیدتون عوض میشه. خیلی از جهان کلا اینجوری فکر میکنه و واقعیتش اینه که اینجوری نیست. دیدین مثلا یه وقتایی مثلا، حالا امیدوارم مثلا اتفاق نیفتاده باشه، ولی عرف این شده که مثلا پسر کار میکنه، خونه داره، ماشین داره، سربازی رفته، کار داره، ویلا داره، همه اینا، بعد خانومه چی کار میکنه؟ خانومه دوستش داره و باهاش حاضره بخوابه. مثلا یه پسر چقدر ناز دختر میکشه، دیت میبرتش، خرج میکنه، هواشو داره، پای صحبتاش میشینه که صرفا بتونه باهاش رابطه جنسی داشته باشه. این خیلی صحیح نیست دیگه. این چطور آدم اذیت میشه از این ور که آقا این نباید اینجوری باشه، تو به من خدماتی داری نمیدی. اینو باید تو ذهنمون 2 طرف داشته باشیم که آقا این عمل یک ارتباط 2 طرفه است، یک رابطه‌ای که 2 طرف دارن لذت میبرن، 2 طرف دارن یه کاریو پیش میبرن و کسی بر سر کسی دیگه منت نمینهه. حالا شرایط جامعه و اینا یه سری معادله رو بالا پایین میکنه، ولی بیس قضیه این آقا یه کار 2 نفره است و 2 نفر دارن با همدیگه با رضایت خاطر خودشون این کار انجام میدن و 2 نفر دارن لذت میبرن، 2 نفر دارن زحمت میکشن، 2 نفر دارن لذت میبرن. پس کسی برتر از اون یکی نیست. ولی خب الان تفکر غالب اینه که آقا اونی که فاعله دیگه شمشیر به پای فیل زده و خیلی کار خفنی کرده و اینا، حالا ما با این قضیه کار نداریم. در ادامه صحبتش میگه پرچم ما رفت رو هوا و آبرومون رو خرید و میگه که میخوام پیگیر بشم، امضا جمع کنم که اینا مثلا آزاد شن و جلوترم میگه که پول بذارم ببینم واسه شون یه وکیل خوب بگیرم. بعد حالا شروع میکنه مسخره کردن که آره این فلان فلان شده میخواستن امضا جمع کنم منو از اینجا اخراج کنن، اینجا انگار مهد کودکه، ولی من نه، من میخوام امضا جمع کنم که اینا رو آزاد کنم. یعنی من نفهمیدم آخرش امضا جمع کردن کار مسخره‌ایه یا هدف تو خوبه، کاری که بقیه خواستن بکنن اخوپیفه. anyway میخواد در نهایت این کار رو انجام بده و خیلی ناراحته که اینا ممکنه حبس ابد بهشون بخوره. بعد نمیگه احتمالاً اگه گوششون رو بپیچونیم خیلی مثلا بهتر باشه، چون تجاوز دیگه، نه چون همونطور که خودش در نهایت شروع میکنه صحبت کردن میگه که پسر بودن دیگه، حالا دولشون راست شده. آره من عذر میخوام ببخشید، ولی میگه صرف این که من نمیدونم، شاید اگه خواهر داشت یه نفر همین کار رو میکرد با خواهر خودش و میگفت داداشی اب نداره بابا بیا بریم قلیون بکشیم دیگه، پسری دولت راست شده. یا
مثلا احتمالا همچین کاری میکرد ولی خب الان نداره. ولی خب شما بدونید صرف این که آدم پسره یا دختره دلیل نمیشه که اجازه انجام یه سری کارها رو داشته باشه. مثلا به عنوان مثال من وقتی گشنمه خیلی آدم سگیم، واقعا سگ میشم، خیلی دعوا میکنه و اطرافیانم میدونن. این مرگ منه. دلیل نمیشه که من حالا چون قندم افتاده یا اعصابم نمیکشه یا روز سختی داشتم من بتونم این کار رو با مجوز انجام بدم و دیگران مجبورن خفه باشن. صرف این که آدم پسره یا دولش راست شده دلیل نمیشه که آقا تو بتونی بری و فرضاً به یه خانم دیگه تجاوز کنی. یه خورده تو صحبتاش مشخصه که میگه که آقا حالا کره‌ای بوده، زنه خارجی بوده. ببین دلیل نمیشه، پوینت اینه که انسانه. شما داری میگی کره‌ای، من دارم میگم آقا ایشون اگه افغان هم بود باز هم وضعیت همین بود، همینقدر عمل تجاوز کریه، همینقدر زشته. تو باور عموم ایرانی‌ها اینجوریه که افغان‌ها آدمای بدی ان، افغان‌ها خودشون متجاوزن، افغان‌ها دزدن، مملکت رو به گو کشتن. با احتساب همه اینا باز من دارم میگم آقا بده. حالا افغان داره تجاوز میکنه، اوکی اون رو به سزای اعمالش برسونیم. دلیل نمیشه ما به خودمون اجازه بدیم ما بریم به افغان‌ها تجاوز کنیم. اوکی اینا یه سری بدیهیاته که فکر کنم من و 3-4-5 نفر دیگه هنوز باورشون داریم و تو ذهنمونه و داریم سعی میکنیم بگیم. یه مشکلی که من با این قضیه دارم، این یک موردیه که خیلی بده، یکی از بدترین اخلاقایی که انسان به نظرم داره اینه که اول استوریش میگه که الان همه چی تموم شده، یعنی میگه که الان همه چی درست شده، فقط این مسئله مونده، غیرت ما سر دختر اجنبی، دختر خارجی مثلا رفته بالا. این من خیلی بدم میاد. مثلا میگه آقا فلان کارو بکن، مثلا فلان چیزو درست کنیم، الان همه چی درست شده فقط این مونده. نه سگ شرف، نه، ولی باید از یه جایی شروع کرد. این خرابه، اینو مگه ما میتونیم درست کنیم؟ بذار ما اینو درست کنیم. یعنی چی الان همه چی درست شده؟ ما الان همه چی باید وایسیم درست شه تا مثلا این درست شه. مثل میمونه که آقا چه بدونم لامپ خونت سوخته و از اون ور مثلا درم خرابه، حقوقت هم دیر ریختن، 10 تا مشکل داری، تو لامپ داری، این لامپ رو عوض کنی، میگیم لامپ رو عوض کن، الان همه چی درست شده. نه خب بی تربیت، چه ربطی داره؟ خب اون لامپ انو درست کن اول ببینیم داریم چیکار میکنیم. اینو که میتونی الان من باید وایسم تا مثلا کولر ساز بیا کولرمو درست کنه، بعد مثلا حقوقمو بریزم، بعد مثلا گوشت ارزون شه که من لامپو عوض کنم؟ گاوی مگه پسر جان؟ یه چیزی مشکل داره بذار اینجوری باید ول کنیم همه چی رو دیگه که اون مشکل اولیه بزرگترینه حالا حل شه. که حالا چه بدونم تغییر رژیمه به نظرت؟ اوکی آقا باید وایسیم اون حل شه تا ما بفهمیم آقا تجاوز کردن یا قتل کردن یا تو گوشه کسی زدن یا حق مثلا مظلومو خوردن یا دروغ گفتن بده. اینا که دیگه بیسیک و بدیهی زندگیه. چی میخوای درست چه که حالا فلان این توجیه، این عذرای بدتر از گناه واقعا کله منو نامناسب میکنه. آره در ادامه میگه که دختره نمیدونم دختر پولی آوردن و اینا. من تکرار میکنم، حالا شاید مملکت ما بعد فلان همه اینا جا نیافتاده. اون کسی هم که داره این کارو میکنه، بازم دارم تاکید میکنم، اون هم انسانه، شغلشه. ایرانو نگاه نکن، خیلی جاها کارگر جنسی بودن شغله، کارت بهداشت میگیرن، بیمه بهشون تعلق میگیره، تخفیف مثلا امیران بهشون میخوره. مثلا نمیخوام اینا رو بزنم بغل هم خیلی سری ناراحت. آقا مثلا ما قشر فرهنگیان داریم، معلمن، قشر مثلا برنامه‌نویسا داریم، قشر کارگران جنسی داریم. شما مثلا یه قدم تو آمستردام بزنی میفهمی چند قضیه، مثل صنعت هالیوود، صنعت بالیوود، بازی سازی، صنعت پورن که چندین برابر بیشتر از سایر سایت ها داره وازدید و ویو میگیره. یه چی هستی که چون واقعیتش کمر رو زیر شکم داره جهان رو میچرخونه و پول داره جهان رو میچرخونه دیگه. بیسیک ترین غرایز انسانی اینان دیگه. میگه که پولی آوردن، دلیل نمیشه آقا طرف چون پولیه آدم هر کاری خواست باهاش بکنه. اون هم انسانه و اون پول گرفته یه سری خدماتی رو ارائه بده. مگه یه نفر تو میاری خونت رو تمیز کنه که کارگر نظافت چیه؟ میگی چون پول گرفته میرینی رو فرش مگه که بیاد انه تو رو هم جمع کنه؟ نه آقای من، مگه مثلا یه نفر چه بدونم میاد خونت رو رنگ کنه تو گوشش میزنی؟ مگه ناموسش رو بلند میکنی؟ یا چه ربطی دارن اصلا به هم دیگه؟ بعد در ادامه میگه که آره این احتمالاً دیده اینا ورزشکارن، خواسته میگه اینا ورزشکارن زدن حسابی مثلا قوی کار کردن، بعد اینم پول بیشتر خواسته یا بعدش اومده یا اذیت شده زنگ زده پلیس، بعد پلیس اومده دیده اینا
ایرانیان و خواسته اینا رو فشار بده، زور بهشون بگه آره ببین محتمله، نمیگم محتمل نیست، ولی شاید 1% پلیس داره کارشو انجام میده، درست انجام میده. پلیس واقعا اینجوریه که آقا این اتهام بهتون وارد شده، بیاین بریم فلانجا تا قضیه مشخص شه شما واقعا تجاوز کردین یا نه. آره. و در آخر میگه که آقا گناه دارن اینا، هموطنانمونن، نباید جوونن، حبس ابد نخورن. من ریدم تو این وطن و اون هموطن که تجاوز و کار اوکی در نظر میگیره و ریدم تو سایر کسایی که از متجاوزین و عمل تجاوز دفاع میکنن. من اگه همچین هموطنایی، اگه بحث به هموطن داشتن، من خودم با بند کفش دار میزنم. من ترجیح میدم بی وطن و بی کس باشم تا اینکه همچین هموطنایی داشته باشم، چه کسی که این عمل انجام میده، چه کسی که ازش دفاع میکنه. آره، واسه همین خیلی سنگ هموطن و وطن رو به سینه نزنیم. به نظرم اگه میخوایم بگیم ما هموطنیم، باید اونایی که همچین کاری کردن رو خط بزنیم از هموطن بودن و به حسابشون برسیم، چون که ما غالبا این کار رو نمی کنیم. اگه شما این کار این، شما هموطنیم، برین یه جای دیگه. آره، هممون رو با هم دیگه جمع نبندیم. آره، این کلیت استوریاش بود و واقعیتش اینه که من خودم با این بشر مشکلی ندارم، چون مثلا یه سری آدم هستم ازشون خوشم میاد، یه سری هستم بدم میاد، یه سری هستم بی‌تفاوتم، یه سری هستم اصلا حسابشون نمی‌کنم که بخوام نسبت بهشون حسی داشته باشم. آره، یعنی هیچ جایی از هیچ عضوی از بدن من نیستن، انقدر واسم پتیت، بی ارزش و حقیرن که اصلا تو کاتگوری نمیذارم که خوشم میاد یا خوشم نمیاد. و از ایشون هم بیشتر از این انتظار نمیره، مثل تتلو، مثل شیما کاتوزیان، مثل خیلیایی، مثل مریم رجبی، مثلا از اینا بیشتر از این انتظار نمیره. اینا یا ذاتشون اینجوریه یا در راست این منافعشون ایجاب میکنه که اینجوری رفتار کنن. و قبلا هم گفتم، الان میگم آیسون این بار اولش نیست، قبلا هم موقعی که فکر کنم کمتر از 1 میلیون بود اینستاش، آره همون حدودا، لایو میذاش و از رابطه‌های جنسیش با سایر دخترها میگفت و میگفت چی کار کردم، چه حرکتی زدم روش، و خودش گفته که من میگفتم الکی به دروغ که دکترم که اینا رو بیارم خونه که کارم باشون بکنم. البته شما نه ها، شما خواهرای منین، شما جانره بمیرم و از این صحبت ها. واسه همین خیلی عجیب غریب نیست، این همونه. ولی اون 14 میلیون واقعا خطرناکن. آره، خیلی عجیبه اگه من بخوام بگم که آقا این کاراکتر رو دنبال نکنین، بخاطر مثلا چقدر مگه میخواد ازش کم شه، خودتون میدونین. اینا رو من میگم، اینا رو من ویدیو میکنم، نه به خاطر ویو، نه به خاطر مثلا سر زبون افتادن، نه به خاطر شهرت، به خاطر اینکه میگن شهر که خلوت میشه قورباغه هم هفتیر میکشه. من اینجام و دارم صحبت میکنم به خاطر اینکه شهر خلوت نشه که هر قورباغه‌ای بخواد بیاد هفتیر بکشه. و جدای از اون، من این صحبت ها رو میکنم و این ویدیوها رو درست میکنم صرفا به خاطر مخاطبهای خودم و هر کسی که ممکنه این ویدیو رو ببینه، مخاطبایی که سردرگمن بین خوب و بد، مخاطبایی که تو این دورانی که سیلی از اطلاعات خزعبل و چرت و پرت دارن همجوری تق میخوره تو صورتاشون و سردرگمن واقعا و از نبودن الگو و فقدان استاد رنج میبرن، من دارم سعی میکنم اینجا واسه شون مفید باشم و یه خورده کمکشون کنم که از این سردرگمی در بیان. پس جمع‌بندی میکنیم، تجاوز بده، سفیدشویی تجاوز بدتره، عذر بدتر از گناهه و آیسان اسلامی حرفای درستی نمیزنه. صحبت ها و عقایدش خیلی با حقوق اولیه انسان ها فاصله داره و حتی طنز خوبی هم نداره. آره، بیش از این سرتون درد نمیارم. امیدوارم ایشون و امثال ایشون یه خورده کم تأثیر تر شن در زندگیام، در روند رشد جامعه. اینجا پرشین یک ویدیو مترجم، روی پیشرفت و آگاهی.